این ویدیو مناسب اونایی که میخوان عکس تولدشون رو خودشون بگیرن. فقط یه نکته خیلی مهم در مورد این ویدیو اینه که به هیچ دوربین عکاسی حرفه‌ای نیاز ندارید و نکته مهمترش اینه که اصلا تو عکساتون قرار نیست که مدل میکاپتون و لباسی که تنتونه دیده بشه. مزیت این مدل عکاسی هم همینه برای کسایی که حال و حوصله عکاسی رو ندارن اما دوست دارن یه عکسی شب تولدشون از خودشون بگیرن. حالا بریم سراغ آموزش بهتون بگم چه جوری. اولین کاری که باید انجام بدید یه دونه لیوان کاغذی یه بار مصرف مثل این رو برمی‌دارید. ترجیحاً طرح نداشته باشه روش، یا اگر طرح داره طرحش کامل باشه مثل همین لیوانی که دست منه. باید ته این لیوان رو قیچی بکنید. حالا میتونید هم با استفاده از قیچی یا هم با استفاده از کاتر این کارو انجام بدید. تهش رو صاف به صورتی که کج نباشه باید ببرید. حالا چون من قبلا این کارو خودم انجام دادم میدونم که با کاتر راحت‌تر بریدن این لیوانا، بریدن ته این لیوانا با کاتر راحت‌تره. قیچی هم دارم ولی خب با کاتر شروع میکنم به بریدن به طوری که کامل یک دست در بیاد. نتیجه کار باید بشه یه چیزی مثل این، یعنی انتهای لیوان رو شما کامل باید برش بدید و صاف همین کار رو انجام بدید. حالا اگر دیده بشه توی تصویر من این کار رو تا جایی که تونستم صاف انجام دادم. پس این انتهای لیوان رو باید ببرید و همینجوری که الان دارید میبینید مثل من صاف باید این کار رو برش بزنید. نکته بعدی اینه که اگر به فویل آلومینیوم دسترسی دارید بهتره که فضای داخلی لیوان رو کاملا با فویل آلومینیوم بپوشونید. این کار باعث میشه که هم شدت نور بیشتری داشته باشید و هم انعکاس نور بهتری رو دریافت بکنید. البته اگر ندارید هم مشکلی نداره چون لیوان کاغذی به مقدار خیلی کمی نور رو به خودش جذب میکنه، اما اگر داشته باشید و این کار رو انجام بدید خیلی بهتره. در مرحله بعدی باید لیوان رو به انتهای موبایلتون بچسبونید به این صورت، یعنی همینجوری که من الان چسبوندم. حالا با چه چسبی فرق نمیکنه، چسب کاغذی یا چسب نواری میتونید این کار رو انجام بدید و به همین صورتی که من الان انجام دادم باید لیوان رو روی خود موبایلتون بچسبونیدش. حالا اگه پایه دارید، پایه موبایل، سه‌پایه موبایل دارید، میتونید موبایل رو روی سه‌پایه بذارید، اما اگر ندارید میتونید از یه نفر کمک بگیرید که موبایل رو براتون نگه داره به زاویه‌ای که شما می‌خواید عکاسیتون رو انجام بدید. ولی خب اگر پایه داشته باشید از پایه استفاده بکنید خیلی بهتره، چون نورتون ثابته و لرزش نداره. کیفیت بهتری توی خروجیتون میتونید داشته باشید. اگه تا اینجای کار درست پیش رفتی و دقیقاً نتیجه کارت شده همین چیزی که الان من اینجا دارم، به تبریک میگم. تا مراحل پایانی کار خوب پیش رفتی. حالا تنها کاری که باید انجام بدی اینه که همه برقای محیطی که داخلش هستی رو خاموش بکنی و این نکته رو هم بهتون بگم که هر چقدر شدت نوری که توی محیطتون کمتر باشه کیفیت عکس خروجیتون بهتره. به طور مثال اگر می‌خواید همچین عکاسی رو انجام بدید بهتره که برید داخل اتاق خوابتون، همه برقا رو خاموش بکنید، در هم ببندید و حالا نوبت میرسه به روشن کردن فلاش موبایل. بیا جلوتر توی زاویه دیگه کامل بهتون توضیح. حالا بعد از اینکه فلش گوشیتون رو روشن کردید همینطوری که من الان دارم عمل میکنم باید بندازینش روی یه دیوار ساده و سفیدی که یه خروجی اینطوری بهتون بده. حالا خودتون میتونید برین جلوی نور وایستین و از سایه‌تون عکاسی بکنید. این عکاسی ترندیه که جدیداً دارن ازش استفاده میکنن و خیلی هم باحاله برای کسایی که خیلی حوصله ندارن شب عکاسیشون میکاپ کنن یا لباس خیلی خاصی تنشون بکنن، میتونن از این حالت استفاده بکنن. فقط یه نکته‌ای که توی این مدل عکاسی باید بهتون بگم اینه که هر چقدر فاصله خودتون تا نور کمتر باشه سایه‌تون بزرگتره و هر چقدر فاصله شما از نور بیشتر باشه سایه‌تون کوچیک‌تره. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. در مورد این مدل عکاسی هر سوالی که داشتید میتونید توی کامنت‌ها بپرسید. سعی می‌کنم که با حوصله و کامل جواب همه رو بدم و حتما کانال رو سابسکرایب کنید. بچه‌ها پیج اینستاگراممونم این زیر براتون میذارم آیدیشو، حتما پیج اینستاگراممون رو فالو بکنید چون یه سری از ویدیوهای کوتاه رو اون تو منتشر می‌کنم براتون. مرسی که همراه هم هستید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.